رشد علم و دورنمای آن مسئله بلند برداشتن سطح آموزش علم‌های طبیعی و ریاضی، تشکل تفکر تکنیکی، دستگیری تشبس‌ها در سمت اختراع‌کاری، اینچنین صفت و ثمره‌ناکی تربیت کادرهای علمی را در کشور بررسی نماییم. ما باید دانیم که طی سالهای سال‌سالی علمی وطنی در مسیر پیشرفت دولت و اقتصادیات و اجتماعیات مملکت چه خدمتی انجام داد و ما چه تدبیرهای باید اندیشیم که این در کشور ما به طلبات زمان ترقیات و تحولات ذهنی و تکنولوژی جوابگو باشد، راه را برای رشد و پیشروی دولت و جامعه هموار سازد، یعنی به دولت و خلق تاجیکستان خدمت نماید. یعنی هدف اساسی ما در ملاقات امروزه از همین عبارت است. حکومت تاجیکستان علم را یکی از عامل‌های اساسی رشد کشور و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه دانسته با مقصد پیشرفت همه‌جانبه آن و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان ساحه علم همه امکانیت‌ها را مهیا نموده است. طوری که در پیام نوبتی تاکید کرده بودم، رشد اقتصادیات و تقویت رقابتناکی آن به سهم سرمایه انسانی غیر امکان می باشد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله، ما مقام و منزلت علم، عالمان و دانشمندان، اهل معارف و ضیایان ایجادکار را در جامعه از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند برداشتیم. زیرا در جهان معاصر تنها کشورهای می توانند هستی خود را حفظ کرده رشد یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی و معرفت و فرهنگ، علم دوست و دانشمند و صاحب هنر باشند. ما و شما دیده ایستادیم که امروز کشورهای مختلف دنیا بر پایه علم و دانش، اختراعکاری و استحصال و استفاده تکنیک و تکنولوژی های معاصر چگونه ترقی کرده ایستادند. حالا استفاده ذهن صنعی در جبهه‌های گوناگون حیات جامعه جهانی تا رفت گسترش پیدا کرده ایستاده است. به این معنی دستاورد عالمان نه تنها پیشرفت یک دولت و ملت را تکان می‌بخشند، بلکه می‌تواند مورد استفاده بشریت قرار گیرد. مثال عادی تلفن موبیلی که اختراع کرد، کل جامعه جهانی حالی تلفن موبیلی را استفاده می‌برد. اینترنت که اختراع کرد، ماشین های برقی یا واکسین هایی که جان میلیون ها آدم را در حالت کووید 19 رهانید. بینید 4-5 کشور اختراع کردن، کل جامعه جهانی از این استفاده کردن، بهره‌ور شدند. شما خوب می‌دانید که حکومت مملکت در شرایط بسیار مرکب اقتصادی و مالیوی سالهای 90 نه فقط همه مؤسسه‌های اکادمی علم‌ها
و اکادمی‌های صحاوی را استوار نگاه داشت، بلکه در ساختار آنها ده‌ها پژوهشگاه و مرکزهای نوی علمی و تحقیقاتی را تأسیس داد. درباره کارهای طی بیش از 30 سال عملی نموده حکومت مملکت می‌خواهم بعضی رقم‌ها را تکرار شود هم خاطر رسان نمایم. من همه تنقید را قبول دارم، لیکن تنقیدی عادلانه باشد. بعضا به نام عالمانی که شیشتر کار دیگر ندارند، به جایی که خودشان سهمگزار باشند از بودجه دولت مبلغ داده میشوند، محاکمه حکومت و دولت را چی کار کرد؟ من اشاره به بعضا پلو همه را نمیگویم که چی کار کرد دولت و حکومت تاجیکستان پس 30 سال. بعضا نشان نام را میکنه، همه را نه. شما از من خوبتر میدونید. اولین و مهمترین کاری که ما انجام دادیم قطع جنگ و خونریزی، برقرار کردن صلح و آرامی، از کشورهای دور و نزدیک خارجی به وطن و محل زیستشان برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه‌های اجباری، تشکیل کردن شرایط ضروری زندگی برای آنها و به راه ماندن روند برقرارسازی بعد جنگی بود. در سالهای 90 اکادمی کار و فریاد داشت. کدام عالم دانشمند ما آزادانه و پژوهشگاه جای کاری خود تشکیل که از چقدر هلاک گشتند مگر فراموش کردید؟ انجام دادن این کارها از حکومت مملکت سعی و تلاش پیگیرانه، زحمت بسیار سنگین شبانه روزی و خراجات بزرگ را طلب میکرد. 7-8 نفر تا معاون سروزیر مملکت برای صلح و وحدت ملی جانیساری کردند، کشته شدند از جانب خائنان ملت تاجیک، معاونان وزیران، رهبران بعض از ساختار و مقامات‌های نزد حکومت جمهوری. یعنی قریب 10 سال اول صاحب‌سالاری با مخالف کشمکش‌های داخلی گذشت. تنها سال 2000 ما امکان پیدا کردیم که پس‌روی اقتصادی ملی را باز داشته به آغاز مرحله رشد وارد گردیم. یعنی بعداً به اقتصادیات را آوردیم از سال 2000. در این دوره وزنی تاریخی خلقمان ما فعالیت فلج شده همه شاخه‌های حاکمیت دولتی و مقامات حفظ حقوق را برقرار کردیم. ارتش ملی، قشون‌های سرحدی و دیگر ساختارهای حربی یعنی قوه‌های مسلح خود را عملاً در جای خالی تأسیس دادیم. قوه‌های مسلح تأسیس دادن، تشکیل کردن برای متخصص در کار پیش از همه. امروز قوه‌های مسلح مملکت صدها هزار برای مبلغ در کار، سر لباس در کار، انشاءات در کار. من دائما تکریر میکنم که از صفر شروع کرد. در زیر خیمه فرودگاه عینی در سالهای میبعد بنیاد از نوسازی راه‌های مملکت را آغاز کرده بیش از 2000 کیلومتر راه‌های زمانوی، زیاده از 30 کیلومتر نقب‌های ماشین‌گذر و صدها پل نو بنیاد نمودیم و تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دادیم. شش ماه ما ولایت مختار کوهستان بدخشان رفته نمیتونستیم، یا ولایت صلح 6 ماه 3 پارچه بودیم تاجیکستان. اینقدر راه ها بنیاد کردن، نقب ها بنیاد کردن که در زمان شوروی همین لایه ها را گفتن که این غیر امکان است. سیستم یگانه انرژتیکی مملکت را
بنیاد کردیم که عموما متخصصای زمان پیش که نمیشه ما جانب شما را مطلب پیوسته. یک سبب بدبختی های جنگ شهروندی هم همین دور بودن مردم از یکدیگر هم بود. مردم که با یکدیگر رفت و آمد نداشت، معاشرت نمی کرد، راکی نباشه شش ماهه حاضر فای ندارد. من میبینم، من تعلیم میکنم، میبینم، شاهد هستم. مردم خیش تبار شده ایستاده است. کلین میگیرن، خیش تبار شده ایستاده. یار و رفیق شده ایستاده. رفت و آمد میکنن. از زیبایی های تاجیکستان بهره میبرند. ما در این مرحله برای تقویت زمینه های مادی و تکنیکی علمی وطنی مبلغ‌زاری را زیاد کرده به این مقصد 1,607,000,000 سومانی جدا نمودیم. ساختار اکادمی علم‌ها را مکمل گردانیدیم و سال 2020 آن را به اکادمی ملی علم‌ها تبدیل دادیم. در دوره صاحب استقلالی در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله در ساحه علم و معارف از حساب بودجه دولتی و سرمایه خارجی بیش از 1400 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 36 میلیارد سومانی عملی کرده شد. حالا در مملکت همیشه بروزها باز 724 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ عمومی 152 میلیارد سومانی عملی شده ایستاده است که از این شماره 10 لایحه به ساحه علم روانه گردیده است. در این دوره سطح زندگی مردم کشور تدریجاً بهتر گردیده، نشان دهنده سطح کمبزاعتی از 83% سال 1999 تا 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. در دوره صاحب استقلالی دراز عمری میانه اهالی از 70 سال به 76.3 رسید. یعنی 76.3 سال، یعنی 6.3 سال زیاد شد. شماره اهالی مملکت از 5.5 میلیون نفری سال 1991 به حالت 1 ژانویه سال 2024 به 10.3 میلیون نفر رسید، یعنی قریب 2 برابر افزایش یافت. انا در همه جا با آن علمای تحلیلگر که وقتی تحلیل میکنه همون سال تولدت به یاد بیار چند میلیون اهالی داشتیم، چی استحصال میکردیم، حالا چند قدر شماره اهالی است و چی استحصال کرده ایستادیم. یک به یاد بیار. در 10 سال آخر افزایش شماره اهالی هر سال به حساب میآید 2.3% را تشکیل کرده ایستاده است که یکی از نشان دهنده‌های بلندترین به حساب می رود. حاضر همین خودی همین سال 2.6 2.4 2.5 را تشکیل می‌دهد. سالهای اول تا 3% هم بود. 250,000 حسابی میانه زیاد شده ایستاده. نشان دهنده‌های مذکور دلیل روشن و واضح بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی مردمی کشور میباشند. اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد، پس در سال 2024 شماره تنها مشتریان علاقه موبیلی به بیش از 6.7 میلیون نفر رسید. تنها در سال 2023 برای استفاده علاقه موبیلی از جانب اهالی مملکت 3.8 میلیارد سومانی خراجات شده است.
اگر مردم مبلغ نداشته باشد قریب 400 میلیون دلار فقط گپ میزند، در کیسه هیچی نباشد تلفن میگیرد با 400 میلیون دلار میسپارد. حالا شماره استفاده برندگان شبکه اینترنت در کشور زیاده از 4.2 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. سال 1991 در کشور 53 مهمانخانه فعالیت داشت و حالا این رقم به 227 رسیده است یا 4.2 برابر زیاد گردیده است. در آغاز صاحب سلالی در تاجیکستان همگی یک تشکیلات قرضی موجود بود. حالا این رقم به 63 رسیده است. اگر از جانب نظام بانکی کشور سال 1991 به مشتریان همگی 2.2 میلیون سامانی قرض داده شده باشد، سال 2023 این نشان دهنده قریب 19 میلیارد سامانی و تنها در 4 ماه اول سال جاری 6.6 میلیارد سامانی را تشکیل داده است. در زمان صاحب استقلالی 140,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی با زیاده از 1,420,000 عائله کشور برای ساختمان منزل اقامتی تقسیم کرده داده شد. یعنی در مجموع بیش از 8,800,000 نفر ساکنان مملکت شرایط اقامتی خود را بهتر کردند. هر یک عائله تاجیک به حساب میانه از 6 نفر راست میاد. هر یک عائله برای حساب کنید زمین با 6 تقسیم کنید. در 70 سال تا زمان استقلال برای بنیاد منزل اقامتی همگی با 530,000 عائله 77,000 گکتار زمین جدا گردیده بود. ما غیر این 75,000 گکتار زمین به مردم تقسیم کرده دادم با نام خالی بین مردم. بسیار اعتراف است با زمین‌های با نام پرزیدنتی. در دوران استقلال در کشور 54,000 گکتار زمین‌های آبیاری گردیده. همزمان با این هر سال در میدان قریب 200,000 گکتار زمین آبی کشتی تکراری زراعت‌ها گذرانده شده ایستاده است. ما کشتی دوم مایل کشتی سوم و چهارم در رفته ایستادیم. این نبود زمان گذشته. الان کمپنساسیون زمینی که ما دادیم با مردم در جایش حسابی هم زمین‌های نو از خود کرده شده و هم زیاده از 200,000 گکتار زمین‌ها کشتی دوم و سوم بعضن جاها با حاضر کشت 4 مراتبه حاصل میگیرند. یعنی شما از تامین بازار استعمالی گرچند 2 برابر اهالی زیاد شده باشد زمین همون زمین است. با برعکس اینقدر 173,000 گکتار مردم دادیم، 75,000 گکتار زمین‌های پرزیدنتی دادیم اهالی بر. یکی بازار استعمالی تامین است. حالا خود این نان هم قریب 60% تامین شده ایستاده است از استحصال وطنی. استحصال برنج باشد قریب 90%. استحصال وطنی تامین کرده ایستاده است اهالی. هموطنان عزیز ما خوب در یاد دارند که سالهای وزنین 90 عصر گذشته ما با مقصد پیشگیری کردن خطر گرسنگی 75,000 گکتار زمین را با مردم تقسیم کرده دادیم. این قطعه زمین که نام زمین پرزیدنتی را گرفتند در پیشگیری نمودن خطر گرسنگی واقعا نقش کلیدی را اجرا کردند. در زمان شوروی تا سال 1991 در تاجیکستان همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشت. طی سالهای صاحب استقلالی عملی سازی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت امکان داد که در کشور بیش از 3,500 کارخانه صنعتی با 88,000 جای کاری ساخته به استفاده داده شود.
تکستیل یکی کار میکند همین را میبینیم زواد الکتروکیمیایی آوان میبینیم میگیم کار نکرده ایستاده است لیکن این تکنولوژی ها دیگر مال و محصولش به بازار جهانی نمیرود در همسایه نمیگیرند اینا فرسوده شدند از بین رفتند مثلا سایه صنعت سبوک قریب هر سال تغییر می‌یابد پیش می‌رود در سایه صنعت سبوک یک کارخانه صنعت سبوکی که در ناحیه دنگره بنیاد شده 65,000 تن پخترو کار کرد می‌کند تا متای تیار محصولات تیار رفته ایستاده است از پخته کار کرده می‌شود تا رشته رنگ و بار کردن متا که بسیار کارخانه‌های دوزندگی مملکت حالا از آنجا متا گرفته ایستادند هم در خودی کارخانه استحصال محصولات صنعتی خودی نساجی برآ مونده 90% به صادرات 100% قریب صادرات رفته ایستاده است 1,500 قریب 2,000 جای کاری در اکثریت شهر ناحیه‌ها ما حاضر همین پارک‌های صنعت سبوک بنیاد کرده ایستاده البته با جذب سرمایه و سرمایه گذار از بودجه دولت نمی‌شود دیگر با مقصد رسیدن به اقتصاد استقلال انرژتیکی و استفاده ثمره‌بخش نیروی برق در دوران صاحب سلالی 287 نیروگاه برقی آبی خرد و بزرگ 1,500 کیلومتر خط‌های انتقال برقی بلند شده 50 زیرساخت‌های بلند شدت برقی با مبلغ عمومی 86 میلیارد سومانی بنیاد و تجدید کرد که در نتیجه 75% زیرساخت‌های انرژتیکی کشور از نوسازی کرده شد. دوستان عزیز اگر نمی‌کردیم این روز عموماً بی برق می‌ماندیم. ما خط‌های بلند شدت داخلی را پوره از نو کرد. تمام ایستگاه‌های برقی بزرگ خرد حتی تا دهات مملکت از نو چون که 60-70 سال خدمت کردند دو مهلتی از نو تجدید کردیم از جمله نیروگاه‌های برقی آبی سنگتوده 1 سنگتوده 2 پامیر 1 تاجیکستان و مرکزی برق گردی در شهر دوشنبه ساخته به استفاده داده شده نیروگاه سربند پوره تجدید گردید 132 میلیون دلار پوره نیروگاه سربند از نو تجدید کرده شد علاوه بر این کارهای تجدید و برقرارسازی پوره نیروگاه‌های نارک و قیراقم اینچنین بنیاد نیروگاه سبزار با ما را ادامه دارد در یک نیروگاه برقی آبی نارک برای تجدید آن 750 میلیون دلار امروز ما جلب کردیم 50% همین گرانت است نیروگاه برقی آبی قیراقم پوره با جلب گرانت امسال ما فکر میکنم تا سال دیگه تمامی تا آخرین متال های آنها پوره از نو کرده می شود با تکنولوژی حاضر زمان پیشرفته جهانی که باز 10 سالها 100 سالهای دیگر برای مردم تاجیکستان خدمت خواهد یعنی در این دوره بیش از 2000 مگاوات اقدارهای انرژتیکی علاوگی به استفاده داده شدند استحصال نیروی برق از 17.6 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1991 با 21 میلیارد و 860 میلیون کیلووات ساعت در سال 2023 یا بسیار از 2% افزایش یافت. ما بعضا میشنویم سر و صدا که کی استقلالیت انرژتیکی اهالی 2 برابر زیاد شد استعمال هم 2 برابر زیاد میشود خانه ساخته ایستادیم خلادینی کاندیسنر نداشتیم ولی یگان خانه به کاندیسنر به خلادینی نیست طلبات هم 2 برابر 3 برابر زیاد است این یک شماره کارخانه‌های صنعتی گفتیم جای کاری اینا به برق نمیشود البته وظیفه حکومت دولت است هرچی زودتر ما نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده دادیم امیر گفتنی هستم که نیروگاه برقی آبی راغون بسیار تکنولوژی ساختمانش مشکل است لیکن
امروز در بنیاد نیروگاه قریب 17,000 ساختمانچی کار میکند، 3,500 تکنیکا. یک چیزش شما درک کنید که غیر پدسنسی که وی دارد و ثبت یعنی خودی پلاتینا، دیگر همه انشاءات در زیر زمین است. این بدون چقدر اقتدار، من خودم در حیرت ماندم بعضن حالات ها و میشنم که آیا ما میتوانستیم بنیاد کرده یا نه. از 17,000 99% ساختمانچیان و کارمندان انژینر تکنیکی که در نیروگاه زحمت کشیده ایستادند متخصصان و کارگران خود تاجیک است. این نیروگاه برای 1 سال و 2 سال نیست، برای 100 سال ها. از لحاظ دیگر که ما از لحاظ تکنولوژی سرعت آن را تیزاندن ویم نمیتوانیم، چون که باید وی را نکنیم. اگر کمتر متخصص یا عالمی دانشمند باشد درک میکند، میفهماند که این برای چی. چند سال وی کردیم؟ 7 سال مجبور بودیم که با تمام اینستیتوت‌های بین المللی کار و فعالیت کنیم و بانک جهانی از اکسپرتیز بی‌طرف این را پیشنهاد کرده، سنجیده برآمدند که این لایحه را عملی کردن ممکن است. از بودجه ساخته ایستادیم تا امروز. سال 1991 در حدود تاریشان همگی 216,000 ماشینی صبورو به خیر گرفته شده بود از ژیگولی بالا. این شماره نقلیات در 70 سال در ظرف سالهای صاحب‌استقلالی با کشور بیش از 1 میلیون ماشین صبورو وارد شده است. اگر سال 2000 حجم پس‌اندازهای اهالی در نظام بانکی همگی 93 میلیون سومانی را تشکیل کرده باشد، حالا این نشان دهنده به 20.4 میلیارد سومانی رسیده است، یعنی 219 برابر زیاد شده است. اگر سال 1992 به ساحه علم همگی 58,000 سومانی مبلغ روانه گردیده باشد، در سال 2023 به این ساحه 180 میلیون سومانی جدا گردیده. در بودجه سال 2024 زیاده از 225 میلیون سومانی پیش بینی کرده شده است. ما به مسئله معاری و علم توجه اولین درجه داده در دوام بیش از 30 سال صاحب استقلالی زیاده از 3900 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله مؤسسه‌های تیپ نو یعنی گیمناز، لیسه و کالج، اینچنین دانشگاه و دانشکده بنیاد کردیم. تا زمان استقلال در کشور 13 مؤسسه تحصیلات عالی با 65,000 دانشجو فعالیت داشت. حالا این رقم با 47 مؤسسه و شماره دانشجویان آنها به زیاده از 220,000 نفر رسیده است. یعنی هم شماره مکتب‌های عالی و هم شماره دانشجویان آنها قریب 4 برابر افزوده است. یکی این حال هم کم. با صفت البته در مدی اول دقتی ضروری اولین درجه داده مانده کن، لیکن حالا با در نظر داشت افزایش یافتن اهالی حالا هم این کم است. با دستگیری حکومت مملکت از سال 2001 تا سال 2019 در ساختار اکادمی ملی علم‌ها با راهی از نو تشکیل دهی مؤسسه‌های نوی علمی و تحقیقاتی، پژوهشگاه‌های مسائل آب، هیدروانرژی و اکولوژی، اقتصاد و دموگرافی، فلسفه، سیاست شناسی و حقوق، اجنتی امنیت یادرایی و رادیاسیونی، مرکز علمی خطلان، مرکز سیناشناسی در نزد پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق تأسیس داده شدند. همچنین تأسیس پژوهشگاه آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپا، مرکز میراث خطی، مرکز اینواسیونی رشد علم و تکنولوژی‌های نو، مرکز تحقیقات تکنولوژی‌های اینواسیونی و مرکز آموزش پیریک‌های تاجیکستان از جمله دستاوردهای همین دوره میباشد.
حالا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان عضو برابر حقوق 10 مؤسسه با نفوذ علمی جهانی میباشد. در این مرحله ساختار اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نیز تکمیل داده شده، شماره بست‌های کاری زیاد کرده شد. سال 2003 در نزد این اکادمی مرکز علمی کشاورزی پامیر و سال 2020 مرکز جمهوری علمی و تحقیقاتی پیله‌پروری را تأسیس دادیم. کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اول تشکیل دولت صاحب اسلام علم و معارف در سیاست حکومت مملکت موقع محوری داشته، عالمان و محققان و آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیات کشور می باشند. از جمله عالمان کشور در تهیه حجت مهم دولتی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سهمی ارزشمند گذاشتند. عالمان ما من بعد نیز باید برای رسیدن به هدف‌های استراتژی دولت، تأمین رشد باثبات مملکت، پیشرفت ساحه‌های مختلف آن، خصوصاً تشکیل کارخانه‌های استحصالی، تأسیس جایهای کاری، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و پس کردن شدت مهاجرت مهنتی سهمگذار باشد. اجرای این کارها وظیفه تنها حکومت نیست، بلکه در این روند عالمان زیایان کشور نیز باید پیش صف باشند. نظارتچی نشویم. استقلال دولتی شرایط فراهم آورد که تحقیق علمی، دستاوردهای مادی و معنوی، میراث فرهنگی و تاریخ کهن‌بنیاد تاجیکان وسعت بی‌سابقه پیدا کرده. ملت تاجیک در عرصه بین المللی همچون ملتی تمدنساز و فرهنگسالار، ایجادکار و صاحب علم و علم‌پرور و شهرساز و شهرنشین معرفی گردد. قابل ذکر خاص است که در این دوره یک سلسله تشبس‌های تاجیکستان مربوط به حل مسائل گلوبالی آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی دستگیری یافته. دایر به عملی نمودن آنها قطعنامه‌های دخلدار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردیدند. حالا 10 ساله آب برای رشد استوار در تمام دنیا با پیشنهاد تاجیکستان عملی گشته است. اعلان شدن روز حفظ پیریک‌ها با تشبس تاجیکستان، فاند برای حفظ پیریک. تشبس آخران تاجیکستان دایر به اعلان کردن روز فوتبال هم. این هم باعث افتخار است. اگر بینیم فوتبال تمام دنیا است، لیکن روز ندارد. این روز با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و آسیای مرکزی، یعنی پیشنهاد تاجیکستان، یعنی تاجیکستان در عرصه بین المللی این روز علاقه نه که میشناسند، احتراف و احترام میکنند. برای نقش ارزشمند در رشد علم، معارف و فرهنگ، تحکیم رابطه‌های علمی بین المللی و انجام دادن کارهای مشترک علمی و تحقیقاتی، بیش از 40 نفر عالمان اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان از طرف تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ جهانی با جایزه و عنوان‌ها و مکافات‌های بین المللی سرفراز گردانیده شدند. از طرف حکومت مملکت برای سهمی ارزنده در اقتصادیات، علم، فرهنگ، ادبیات، فعالیت با ثمر دولتی، جمعیتی و ایجادی تا امروز صدها نفر عالمان کشور با جایزه ها، عنوان ها و مکافات های دولتی قدردانی گردیدند. در برابر این باید گفت که با وجود دستگیری و توجه دائمی دولت و حکومت، نتیجه کار عالمان و ساختارهای ساحه علم پاسخگوی طلبات زمان نیست.
امروز سهم علمی وطنی در مجموع محصولات داخلی کشور همگی 0.1% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده عموماً قانع کننده نیست. از این رو حکومت مملکت وظیفه دارد فعالیت ثمربخش ساحه علم را طلب نماید و اجرای چاره‌بینی‌های به این مقصد روانه شده را تحت نظارت قطعی قرار دهد. از این لحاظ تأکید می‌نمایم که ضرورت اصلاحات جدی از جمله تجدید ساختاری اکادمی ملی علم‌ها و مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی آن به میان آمده است. حکومت مملکت را ضرور است که با تأسیس کمیسیون باصلاحیت تحلیل همه‌جانبه فعالیت همه زیرساختارهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی از جمله انشاءات و زمین‌های از دوران گذشته در توازن این ساختارها باقی مانده را انجام دهد. جهت تأمین نمودن فعالیت ثمربخش آنها خصوصاً توسط کم کردن خراجات برای نگهداری تجهیزات نادرکار و از این حساب با تکنولوژی‌های زمانوی تأمین نمودن آزمایشگاه‌های موجوده و تجدید پایه اطلاعاتی تحقیقات علمی باید پیشنهادهای مشخص منظور کرده شود. تأکید می‌سازم که سطح نسبتاً پستی ثمرناکی فعالیت کارمندان اکادمی ملی علم‌ها یکی از مسائل تشویش آور ساحه علم کشور میباشد. تحلیل حسابات اکادمی طی سالهای 2021 و 2023 نشان می‌دهد که از جانب قسمی از اعضای وابسته و پیوسته و دیگر کارمندان علمی در این مدت یگان تحقیقات مشخص علمی انجام داده نشده است. تهیه نشدن سند دخلدار آید به معیارهای ارزیابی کردن ثمرناکی فعالیت مؤسسه‌های علمی و کارمندان آنها یکی از سبب‌های این پدیده نگران کننده محسوب می‌شود. بنابراین وزارت معارف و علم، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، کمیسیون عالی اتستاسیونی و دیگر ساختارهای مربوطه وظیفه دار کرده می‌شوند که با تأسیس گروه کاری در مهلت 3 ماه دایر به این مسئله پیشنهاد مشخص منظور نماید. یعنی تجدید ما به شرایط زمان امروزه که کار کردن هم برای عالم سبکتر و آسانتر باشه، هم برای حکومت، هم برای رشد اقتصادیات و اجتماعیات دولت به خلق تاجیکستان خدمت کرده تواند. حاضرین گرامی، مبلغ‌زاری و هوسمندسازی‌های دیگر دولتی برای ساحه علم یکی از مسائل اساسی میباشد که حکومت مملکت به آن توجه همیشگی ظاهر می‌نماید و آن را با در نظر داشت امکانیت‌های بودجه سال به سال زیاد کرده ایستاده است. چنانکه بالاتر ذکر گردید، مبلغ‌زاری ساحه علم تنها در سال 2024 به 225 میلیون سومانی رسانیده شد که نظر به سال 2023 45 میلیون سومانی زیاد می باشد. معاش میانه کارمندان اکادمی ملی علم‌ها سال 2023 همگی 45 سومانی بود و سال 2023 به 2438 سومانی رسانیده شد. یعنی قریب 54 برابر افزایش داده شد. از ماه ایول در برابر دیگر ساحه معاش کارمندان علم باز 40% دیگر زیاد کرده می شود. با وجود این به ساختار و مقامات دخلدار سپارش داده می شود که جهت تطبیق نشان دهنده های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کار را به مقصد تا آخر مهلت استراتژی
با 1.5% مجموع محصولات داخلی رسانیدن حصه خراجات عمومی به ساحه علم تقویت باشد. ما به خاطر هوسمندگردانی عالمان و پیشرفت علم و معارف در کشور عنوانهای فخری ارباب علم و تکنیکی تاجیکستان و کارمندان شایسته تاجیکستان را تأسیس دادیم. به زمین جایزه پرزیدنت تاجیکستان در ساحه معارف، جایزه های دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، به نام ابو علی ابن سینا در ساحه علم و تکنیکا، جایزه دولتی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و ریاضی، جایزه های دولتی به نام اکادمی باباجان غفوروف، به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان تأسیس داده شدند. حالا ده ها هزار خوانندگان و دانشجویان کشور نمودهای گوناگون استیپندیا، از استیپندیای پرزیدنتی تا استیپندیاهای رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را می‌گیرند. همه تدبیرهای ذکر گردیده دلیل غمخواری و دستگیری دولتی نسبت به اهل علم و معارف بوده. حالا به دریافت استعدادها و دستاوردهای نوی علمی مساعدت کرده ایستادند. ما سال 2022 قانون درباره تجارت کنانی نتیجه های فعالیت علمی و تکنیکی را قبول نمود. تطبیق قانون ذکر شده می تواند وضع مبلغ‌زاری ساحه علم را به مراتب بهتر گردانیده و هرچی بیشتر عملی شدن دستاوردهای علم در استحصالات مساعدت نماید. اما تحلیلان نشان می‌دهند که هنوز راه واسطه‌های تطبیق ثمرناک قانون تهیه نگردیدند و قسم زیادی عالمان و اختراعکاران ما دایر به ماهیت آن معلومات کافی ندارند. در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و تحصیلات کسبی روند رابطه علم با استحصالات و در عمل تطبیق نمودنی دستاوردهای عالمان و اختراعکاران به طلبات امروزه جوابگو است. سطح پست همکاری مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی با صاحبکاران، شریکی دولت و بخش خصوصی در کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربه‌ای و کنسترکتوری، جاری نگردیدن مکانیزم تجارت کنانی نتیجه‌های تحقیقات علمی و نوآوری‌ها، علاقه سستی بین صاحبی در پیشبرد تحقیقات در اساس قانون‌های بازاری از جمله کمبودی‌ها در این سبب به حساب می‌رود. تا حال واردات مال‌های نیاز اول به کشور زیاد بوده. سالانه بیش از 17 میلیارد سامانه یا 25% حجم عمومی واردات را تشکیل می‌دهد و علم وطنی به تغییر دادن چنین وضعیت تاثیرگذار نیست. در رابطه به این خاطر نشان می‌نمایم که تأسیس ساختار علاوه اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت مملکت باید بر روند پیوند علم با استحصالات و رشد فعالیت اینواسیونی تکانی جدی بخشد. فعالیت این ساختار باید بر رشد، تنظیم و دستگیری دولتی فعالیت اینواسیونی و تهیه مکانیزم تطبیق آن روانه کرده شود. وزارت‌های عدلیه، مالیه، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، اگنتی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و ساختارهای مربوطه را ضرور است که جهت تهیه صنعت‌های زیرقانونی، بنیاد زیرساختار ضروری و تطبیق ثمربخش قانونی ذکر شده چاره‌های دخل‌دار شد. حاضرین محترم، حالا در کشور قریب 5900 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی فعالیت می‌نمایند که 886 نفر یا 15.5% آنها دکتر علم، از این 146 نفر یا 16% زنان، 4800 نفر نامزد علم
و 158 نفر دکتر از روی اختصاص می باشد. تا زمان صاحب استقلالی در کشور 3300 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی از جمله 229 نفر دکترهای علم و 3074 نفر نامزدهای علم فعالیت می‌کردند. یعنی در دوره صاحب استقلالی شماره کادرهای دارای درجه و عنوان علمی 1.8 برابر، از جمله دکترهای علم قریب 4 برابر و نامزدهای علم 1.6 برابر زیاد گردیده است. تأکید می‌سازم که این نشان دهنده ها هنوز قانع کننده نیستند. در کشور وضع تیار کردن عالمان جوان از روی اختصاص‌های زلزله شناسی، انرژتیکا، گیولوژیا، معماری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، متالورگیا، بیولوژیای مولکولی، ژنتیکا، سلکسیا، بیوتکنولوژیا، بیوخیمیا و اکولوژیا با تقاضای زمانه جوابگو نیست. ما اینچنین با عالمان و متخصصان علم‌های ویروسولوژیا، ایمونولوژیا، ژنتیکای طبی، منطق و متدولوژیای علم، سوسیولوژیا یعنی اجتماعی شناسی، حقوق بین المللی، تاریخ و نظریه زبانشناسی، دموگرافیا، جغرافیا و یک قطار علم‌های دیگر نیاز داریم. با در نظر داشت چنین و جلب جوانان به علم و اختراعکاری در پیشبرد سیاست ساحه علم در مملکت یکی از وظیفه‌های اساسی و ضروری به شمار می‌رود. محض به همین خاطر ما به رشد بامرام ساحه معارف و دریافت شخصانی که تحقیقات ارزشمند علمی انجام داده می‌توانند اعتبار اولین درجه و دائمی داده ایستاده‌ایم. اما در این سمت یک چند عامل نگران کننده وجود دارد. مثلا امروز در بعضی ساحه‌های علم بخصوص در ساحه علم‌های جامعه شناسی کارمندان کلانسال اکثریت را تشکیل می‌دهند که اصلاً این پدیده منفی نیست. زیرا رسیدن به کمالات ذهنی و علمی سالهای طولانی آموزش و تحقیق را طلب می‌کند. اما در برابر این ما شاهد دستگیری نیافتن جوانان از جانب عالمان و دانشمندان کلانسال و کم توجهی نسبت به تلاش‌های آنها برای نائل شدن به نتیجه‌های بلند علمی است. در اینجا سوال به میان می‌آید که برای چی بعضی استادان و عالمان نامدار ما در مدت بیش از 50 سال فعالیت علمی خود اقلاً 4-5 شاگرد سزاوار تربیت نکردند. با عقیده من ادامه دادن مکتب استاد و شاگرد در همه کسب و کارها و مخصوصاً در ساحه علم قرض می باشد که آن را هر یک عالم سابقه دار و صاحب تجربه در نزد شاگردان خود باید ادا نماید. فراموش نباید کرد که این عنعنه در تاریخ خلق ما سابقه طولانی دارد. ما همیشه میگوییم که پیوند نسل‌ها را باید حفظ کنیم و ادامه دهیم. رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد به جای استاد. از این لحاظ به جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه‌بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد. در رابطه با این خاطر نشان می نمایم که در ارزیابی فعالیت علمی هر یک عالم و مخصوصاً دکتر علم دو معیار باید اساسی و اصلی باشد. اول، نتیجه های تحقیقات او که پاسخگوی نیازهای رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان باشد و دوم، تربیت کادرهای جوان که با سهم گذاشتن در رشد علمی کشور
قادر باشد. همه اهل نشست خوب می‌دانند که تربیت کادرهای صاحب معرفت و دانشمند و علم دوست یکی از مسائل مهم در سیاست پیشگرفته دولت ما میباشد. ما همه ساله به حساب می‌آوریم بیش از 10,000 نفر جوانان را برای ازخودکنی علم و دانش‌های معاصر و آموزش زبان‌های خارجی و دانشگاه و دانشکده‌های بانفوذ ممالک دیگر می‌فرستیم و حالا شماره عمومی آنها بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد. خوب است. من میپرسم تجربه کشورهای دیگر، حتی کشورهای ابرقدرت همسایه‌ها دیگر بزرگ صدها هزار همون شاههایی که سمتهایی که در بعضی ماده تکنیکی در خود دانشگاه و دانشکده‌های داخل ندارند. من محترم رهبران دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت، اهل علم، کارمندان وزارت علم و معارف، همین از وظیفه ما که سطح صفتی تعلیم را در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت به درجه سطح بین المللی برآوریم. نه اینکه به خارج تنها از ما روند، از دیگر کشورها به کشور ما نیز وارد. این وابسته است به صفت تعلیم و تربیت. سطح تیار کردن کادرها متخصص، اما سنجش وضع تیار کردن کادرهای علمی در پژوهشگاه متماتیک اکادمی ملی علم‌ها معین نمود که از سال 2018 تا سال 2023 در این مؤسسه 18 نفر به دکترانتورا از روی اختصاص از حساب بودجت و 1 نفر به طور شرطنامه‌ای قبول کرده شده است. ولی از شماره عمومی ختم کردگان تنها 2 نفر دکتراند رساله علمی خود را حمایت کرده است. سبب در مهلت معین شده حمایت نگردیدن رساله‌های علمی اگر از یک طرف به طور ثمرناک فعالیت نکردن خود دکترانتا باشد، از جانب دیگر بی‌مسئولیتی رهبران علمی آنها میباشد. در این سمت حالت‌های سوءاستفاده از وظیفه نیز جای دارد. از 19 نفر دکترانتای قبول گردیده رهبری 8 نفر آنها را سابق دیرکتور پژوهشگاه متماتیک به ذمه گرفته است، ولی یگان نفر آنها رساله علمی خود را حمایت نکردند. چنین مناسبت نسبت به تیار کردن کادرهای علمی در دیگر پژوهشگاه و مرکزهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی نیز دیده می‌شود. مثلا در پژوهشگاه چاره‌داری و چاره‌گاه اکادمی علم‌های کشاورزی از سال 2019 تا امروز 16 نفر دکتران از روی اختصاص از حساب بودجت قبول کرده شده است، اما تا امروز یگان نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. در 10 سال اخیر به پژوهشگاه مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی 28 نفر اسپیران و 10 نفر عنوانجو قبول گردیده است. لیکن در این مدت از 38 نفر همگی 3 نفر رساله علمی خود را حمایت کرده است که تشویش آور می‌باشد. در پژوهشگاه خاکشناسی در 10 سال اخیر 13 نفر دکتراند از روی اختصاص قبول شده است، ولی تا حال یگان نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. این بسیار مهم. خاکشناسی من در وقت رهبر خواجگی بودم در همین پرابلم گرفتار شده بودم. زمین‌ها از خود کرده شدن، زیاده از 1000 گکتار را ما را مجبور کردن امضا کنیم. همون زمین روی قبط حاصلخیز را بردن در پسخمیا ریختن، گچ برآمد، گچ سفید. چیزی که کشت میکنی نه اینکه پخته که عموما کشت کرده نمیشه، الان قدر سبز میشه سرخ میشه. حالی ما باغ بنیاد میکنیم که ترکیب خاک سنجیده است. کدام عالی مساحت زمین و استرکتور خاک سنجیده برآمده است که در اینجا چی نمیرسد، چی پرورش کرده ممکن، چی کرده ممکن نیست. یعنی بسیار مهم است. حتی ساحه چاره‌داری هم از آن ذات پروری نیست تا حاضر از خارج آوردی سود. هم زیراتکاری تخمی‌های
رسل پروری، هم کارتوشکا پروری، هم چاروا دوریده از خارج آورده شد، اساساً از خارج. محترم نمایندگان و کارمندان مؤسسه‌های علمی، خصوصاً راهبران علمی، عنوانجویان و اسپیرانت‌ها و دکترانت‌ها، با در نظر داشتی وضعی که گفته شد، من از شما میپرسم که چنین مناسبت علم تاجیک را به کجا میبرد؟ این گونه خنک نظری نسبت به تیار کردن کادرهای علمی میتواند در آینده عاقبت‌های بسیار ناگوار از جمله پس گردیدن سطح معرفت را در بین جامعه به میان آورد. علاوه بر این تاکید می‌سازم که مبلغ‌های بودجه بی‌حساب و بی‌آخر و بی‌نظارت نیستند. بنابراین از رهبران مؤسسه‌ها و رهبران علمی قطعاً طلب می‌نمایم که با فارغبالی و بی‌مسئولیتی، خصومت شخصی، روی خاطر بینی، ناتوان بینی نسبت به یکدیگر و رقابت ناسالم میان مؤسسه‌های علمی کشور هر چیز زودتر خاتمه بخشند. پس از پاسخگویی شوروی اکثر کشورهای به ما نزدیک اکادمی خود را یا برهم دادند یا به نهادهای جمعیتی تبدیل دادند. ما برعکس با وجود شرایط وزین و آن سالها مؤسسه‌های علمی و اکادمی علم‌ها را نگاه داشتیم، دستگیری کردیم و دستگیری کرده ایستاده‌ایم. اما در جواب این همه غمخواری‌ها بعضاً مناسبت و رفتار بسیار تشویش آور را مشاهده می‌کنیم. بخصوص موقع شهروندی بعض عالمان و دانشمندان ما بسیار نگران کننده می‌باشد. بی‌طرفی گاه تنقیدهای بی‌اساس، ناراضگی دائمی، ایجاد اغوا در جامعه و مانند اینها به عادت بعضی‌ها تبدیل یافته است. فراموش نباید کرد که یکی از سبب‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 عصر گذشته محض همین گونه بی‌طرفی و خصومت، بی‌پروایی و حتی دستگیری قوه‌های غیر قانونی از جانب بعضی عالمان و دانشمندان و زیایان اصالت باخته بود. جابجاگذاری متخصصان باز یک مسئله دیگری مهم در فعالیت مؤسسه‌های علمی محسوب می‌شود. مثلا در مرکز آموزش پیریخا از زمان تأسیس یابیش یگان متخصص سمت پیریخ شناسی به کار جلب نشده است. اکثر کارمندان این مؤسسه حتی اختصاص نزدیک به این سمت را ندارند. چی گونه میشناسید؟ هم پیریخ جاش ایستاده است. همین خیلی راستای با اخبارات‌های وای میگیرند کم شده است، یک سانتیمتر آب شویست زیاد شده است، دیگر شده است. تمام از کمبودی‌های ذکر گردیده چنین خلاصه برمی‌آید که جابگذاری کادرها در مؤسسه‌های اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی قانع کننده نیست و هنگام پیشنهاد تأسیس این یا آن ساختار علمی مسئله تامین بودن آنها با متخصصان صاحب به نظر گرفته نمی شود. از این لحاظ دستور داده می شود که اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی برای اشغال وظیفه‌های علمی آزمون غیر نوبتی اعلان نمایند و قبول داوطلبان را با جلب متخصصان صاحبی برآورند. معاون سروزیر مملکت سرپرست صاحب و یاردمچی پرزیدنت آید با مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه وظیفه دار کرده می شوند که این مسئله را زیر نظارت قطعی قرار دهند. سال 1960 با مقصد حل مسائل مهم بیماری‌های عضوهای هاضمه در هیئت اکادمی علم‌های تاجیکستان پژوهشگاهی گاستروانترولوژی تأسیس داده شده بود. سال 2009 در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اکادمی علم‌های طب تأسیس داده شده. پژوهشگاه از تابعیت اکادمی علم‌ها و ساختار وزارت مذکور گزارده شد. ولی اکادمی علم‌های طب با سبب نائل نگردیدن به دستاوردهای نظر است
سال 2020 برهم داده. سال 2021 به ساختار اکادمی ملی علمها وارد کرده شد. امکانیت های وسیع کشور ما در سمت رشد صنعت داروسازی، سیاحی، طبابتی، بخصوص پاندمی کووید 19 ما را بار دیگر وادار می سازد که از هر وقت دیگر به مسئله های انسان و سلامتی او اهمیت جدی ظاهر نماییم. خاطر نشان می نمایم که برای دولت ملت سالم در کار است و برای ملت سالم طبیبان بلند اختصاص ضرورند. از این رو به دستگاه اجرایی پرزیدنت دستور داده می شود که گروه کاری با صلاحیت تأسیس داده در مدت 3 ماه مسائل وابسته به دیگر باره تأسیس دادن اکادمی علمهای طبی را بررسی نماید و سندهای دخلدار در این خصوص با حکومت مملکت پیشنهاد سازد. اکادمی ساحه طب را که اگر برقرار کردیم، ما عالمان پژوهشگاه هستند، کار و فعالیت آنها را به نظام با تکنولوژی حاضر زمان تامین کردیم، متخصص تیار کرده مونده. حالا هستن متخصصان ما علاقه جراحی خیلی ویران میکنند، شماره به خارج رفتن مریضان کمتر شده است. ما تکنولوژی از همه حاضر زمان وارد کرده ایم در ساحه طب. متخصص نیست، متخصصی که همین تکنولوژی طب را استفاده برد. دو دانشگاه عالی طب خطر میکنن، بیشترشون سطح کسبیشون بسیار پست است. حاضرین ارجمند، رشد معرفتناکی اهالی، توسعه تفکر و جامعه علمی و جلب بیشتر جامعه علاخصوص نورسان و جوانان با علم آموزی که بنیاد آن را علمهای طبیعی و ریاضی تشکیل میدهند، وسیله اساسی پیشگیری کردن خرافات، افراطی شوی، ظاهر پرستی دینی و گراییدن به غایه‌های ارتجاعی میباشد. با این مقصد ما سالهای 2020 و 2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده. در این زمینه 4 سند دخلدار قبول نمودید. در زمینه این اقدام از جانب وزارت ادارای مسئول یک قطار تدبیرها راه اندازی گردیدند که به بالاروی تفکر تکنیکی جوانان، جلب جامعه به آموزش علمهای طبیعی و ریاضی و تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسات تعلیمی مساعدت می‌نماید. با وجود این تاکید می‌سازم که کار دایر به تطبیق ثمره بخش سندهای ذکر شده باید به طور جدی وسعت بخشیده شود. جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه معارف و علم، نوسازی محیط تعلیم، علمی و تحقیقاتی در ساحه آموزش و رشد فنهای طبیعی و ریاضی ادامه دارد. ولی در برابر این اجرای استراتژی مذکور به طلبات جوابگو نبوده، یک قطار تدبیرهای مهم از جمله کارکرد زمینه‌های معیاری حقوقی، جهت تأسیس و رشد زیرساختار اینواتسیونی در ساحه معارف و علم، تشکیل ساختارهای اداره کنی ساحه و آماده کردن نسل نوی کادرها با تخصص عالی از فنهای طبیعی و ریاضی قانع کننده نیست. همچنین نقشه چهارمینه‌های استراتژی مذکور برای سالهای مهم بعد که باید سال 2023 تهیه می‌گردید هنوز آماده نشده است. وزارت معارف و علم و اکادمی ملی علمها را ضرور است که سبب‌های اجرا نگردیدن کارهای به نقشه گرفته شده را معین نموده، جهت اصلاح کمبودی‌های جای داشته و تطبیق با صفت و سری وقتی قرارهای حکومت مملکت در این سمت چاره‌های مشخص اندیش. ما جهت هوسان نمودن نورسان و جوانان با آموزش علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را تأسیس دادیم که
همه ساله نورسان و جوانان زیاد در آن اشتراک کرده غالب می‌آیند. اینچنین برای هوسمندگردانی آموزگاران جایزه مخصوص تأسیس داده شد. نتیجه آزمون نشان می‌دهند که در کشور نورسان و جوانان صاحب استعداد خیلی زیادند. اما از جانب مؤسسه‌های علمی انتخاب کردن و من بعد از حساب آنها تربیت نمودن و آماده کردن کادرهای علمی قانع کننده نیست. یعنی تقدیر میماده غالبان این آزمون ها که از جمله صاحب استعدادهای ما میباشند کسی را از مسئولین و عالمان و دانشمندان به تشویش نمی‌آورد. مگر تربیت کردن و تکمیل دادن قابلیت چنین جوانان در نوبت اول وظیفه عالمان و مؤسسه‌های علمی نیست. مقصد اساسی ما از تأسیس آزمون دریافت استعدادهای جوان می باشد که در آینده راه علم را انتخاب کرده مشکلات کادری این یا آن ساحه و بخش را برطرف نمایند و در پیشرفت علم و استحصالات وطنی سهم خود را گذارند. من در سخنرانی‌های خود بارها تاکید کرده بودم که تربیت نسل نوی با معرفت، علم دوست و شایسته زمان تنها وظیفه مکتب و معارف نیست، بلکه در این جاده پدر و مادران، تمام قشرهای جامعه و نهادهای دولتی و جمعیتی باید فعالانه سهم گذارند. امروز ما به متخصصان بلندپایه نسبت به هر وقت دیگر نیاز بیشتر داریم، ولی نه همه دانشمندان در انتخاب کردن و به کمال رسانیدن استعدادهای جوان حصه‌گذاری می‌کنند. بنابراین حکومت مملکت وظیفه‌دار کرده می‌شود که مکانیزم تربیت نمودن نورسان و جوانان با استعداد را نه فقط توسط آزمون علم فروغ معرفت، بلکه با راه تشکیل دیگر آزمون‌ها نیز تهیه و تصدیق نماید. در این روند برای بلند برداشتن صفت تحصیلات و تعلیم فن‌های طبیعی و ریاضی در همه زمینه‌های تحصیلات باید تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شوند. همچنین ضرور است که در مهلت‌های مقرر گردیده و پررو و با صفت اجرا نمودن برنامه‌های دولتی استفاده درست و ثمرناک مبلغ‌های بودجتی و گرانت‌های بین‌المللی با جلب رهبران ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها، اینچنین صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه، پدر و مادران و سابق ختم کرده های مؤسسه‌های تعلیمی، تأسیس دادن صنفخانه‌های عملی و تجربوی در همه زمینه‌های تحصیلات تأمین کرده شود. مسئله تأسیس صنفخانه‌های علاوه‌ای مؤسسه‌های تا مکتبی و مهیا کردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت صفت مشغولیت‌های آزمایشگاهی و عملی فن‌های طبیعی، ریاضی و تکنیکی نیز باید در مد نظر رهبران و مسئولان قرار داشته باشد. معاون سروزیر وزیر معارف و علم، یاردمچی پرزیدنت عاید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها در این سمت مسئولیت شخصی دارند. تاکید می‌سازم که بنابر افزایش اهالی ما باید در 10 سال می‌بعد باز ساختمان و تأسیس 2400 مؤسسه تا مکتبی، 3500 مرکز انکشاف کودک و 2200 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را عملی نماییم که این کار مسئولیت جدی را تقاضا می‌نماید. سال 2023 126,000 ختم کرده است. از صنف 11 256,000 به صنف یکم وارد شده. هر سال ما 200 مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد کرده ایستادیم. باز تا حالا هستند مؤسسه‌های تعلیمی که در 3 بخش فعالیت. بسیار افزایش هم باید مکتب‌ها ولی ساختن هم خیلی مبلغ زیاد برای یک مکتب کمش 35 میلیون حاضر همین شب روزا میرود. حاضرین گرامی،
جهتی وسعت بخشیدن به کارهای عملی و اختراعکاری و نوآوری ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره پارک‌های تکنولوژی را قبول کردیم که بیش از 10 سال این جانب عمل کرده ایستاده است. سال 2021 پارک‌های تکنولوژی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را از انداز آزاد نموده، با آنها علاوه‌اً یک قطار امتیازات داده. طبق معلومات حالا در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی همگی 24 پارک تکنولوژی عمل می‌کند. علاوه با خیلی کم بودن چنین پارک‌ها فعالیت آنها با طلبات جوابگوی نبوده، اکثرشان به نام وجود دارند. با در نظر داشت این وزارت‌های معارف و علم، صنعت و تکنولوژی‌های نو و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ضرور است که جهتی به طلبات زمان موافق نبودن فعالیت پارک‌های تکنولوژی تا آخر سال جاری تدبیرهای داخل‌دار اندیشد. همه ما می‌دانیم که در بسیار کشورها در اساس تجهیزات و مال‌های وارد شونده با مطابق کردن آنها به شرایط و طلبات داخلی تجهیزات و مال‌های خودی را استحصال می‌کنند و با این راه واردات را عوض می‌کنند. برای چی در همکاری میان پارک‌های تکنولوژی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی، اکادمی ملی علم‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور استحصال بعضی تجهیزات و مال‌ها را که ما با پرداخت اسعار خارجی وارد می‌کنیم خودمان در داخل برای ماندن نمی‌توانیم. از این لحاظ وزارت‌های معارف و علم، صنعت و تکنولوژی‌های نو، اکادمی ملی علم‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ضرور است که جهتی به طلبات زمان موافق نمودن فعالیت پارک‌های تکنولوژی و وابسته کردن آنها به کارخانه‌های استحصالی علاهده کشور تا آخر سال جاری تدبیرهای داخل‌دار اندیشد. دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت وظیفه‌دار کرده می شود که این مسئله را تحت نظارت گرفته با تأسیس کمیسیای مخصوص ثمره‌ناکی خراجات مبلغ‌های از حساب مؤسسه‌های تحصیلات عالی در دوام 10 سال اخیر برای پارک‌های تکنولوژی جدا گردیده را تحلیل کرده از کارهای تا آخر سال عملی شونده نتیجه گیری نماید. محترم اهل زیاد، در فعالیت کارمندان اکادمی ملی علم‌ها یک قطار کمبودی‌های دیگر از جمله وابسته به مبرم بودن یا نبودن موضوعهای تحقیقاتی، صفت کارهای علمی، نتیجه‌های به دست آورده شده و اهمیت عملی یعنی تطبیق آنها در استحصالات جای دارد. تحلیل و آموزش ثابت ساخت که نه همه کارمندان اکادمی در 20 سال اخیر به نتیجه‌های خوب علمی نائل شدند. بعضی مواد علمی پیشنهاد گردیده به سمت فعالیت آزمایشگاه یا شعبه‌ای که کارمند در آن فعالیت می‌نماید هیچ علاقمندی ندارد. در سمت علم‌های طبیعی و تکنیکی از جمله در پژوهشگاه‌های فیزیک و تکنیک و شیمی بعضی عالمان در دایره موضوعهای فعالیت دارند که برای علم و استحصالات وطنی اهمیت نظریوی یا عملی ندارند یا تحقیقات تکراری میباشند. یک کمبودی دیگری اکثر عالمان کشور این است که آنها غیر از زبان روسی زبانهای دیگر علمی معاصر جهانی را نمیدانند و از دستاوردهای نوترین عالمان دنیا سری وقت آگاه نمیشوند. حالا که در شرایط کنونی جهانی شوی دانستن زبانهای اساسی علمی معاصر جهانی یکی از شرطهای به سطح بین المللی برآمدن نتیجه های تحقیقات علمی و دسترسی به دستاوردهای علمی کشورهای پیشرفته محسوب می شود. از این رو از رهبران مؤسسه‌های علمی طلب کرده می شود که در این سمت تدبیرهای مؤثر اندیشند. قابل ذکر است که با شرافت کوشش و تلاش‌های حکومت مملکت در سمت رسیدن به هدف‌های ملی خصوصاً نائل گردیدن به هدف‌های 4 استراتژی صنعت کنونی با صورت امروزها در ساحه صنعت کشور دستاوردهای نظررس دیده می‌شود. فعالیت شرکت آلومینی تاجیک ناقل تالکو، تأسیس 10 کارخانه استحصال سمنت
احیا گردیدن فعالیت کارخانه تاجیک آزاد، بنیاد مرکز برق و گردی، کارخانه‌های خرد و بزرگ کارکرد پخته و استحصال مواد غذایی این مطلب را تصدیق می‌نماید. ولی باید گفت که در ترکیب صنعت تاجیکستان استحصالات کیمیاوی، متالورگیا، صنعت سبک، خوراکواری، کارکرد معدن و متال‌های قیمت‌بها در مد اول قرار دارد که از عالمان و دانشمندان ما کارکردهای مشخص و پایدار علمی آماده کردن کادرهای بلند اختصاص علمی و مهندسی و کارگری را تقاضا می‌نماید. ما صنعت سبک تکنولوژی و میکنیم، کارخانه‌ها بنیاد میکنیم، حتما انجینران تکنولوژ و دیگر از خارج مبلغ‌های کلان قطع شرطنامه بسته آورده است. با مقصد تامین نمودن این کارخانه‌ها با متخصصان بلند اختصاص ساحوی، اینچنین رشد صنعت سبک، خوراکواری، معدن و گیولوژی با وزارت معارف و علم دستور داده می‌شود که با مسئله تأسیس فاکولته تکنولوژی شیمیایی و متالورگی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان چاره‌جویی نماید. همان اختصاص‌های را تأسیس آموزگار نباشد دعوت کنیم، تعلیم تیم کادرها را متخصصا را آماده نماید برای خودمان، برای رشد صنعت. همچنین با جلب جوانان با آموزش اختصاص‌های برای رشد منبع صنعت کشور از جمله صنعت سبک و خوراکواری مهم و به طور جدی بلند برداشتن سطح تعلیم در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی باید اعتبار جدی داده شود. مسئله تطبیق کارهای علمی انجام یافته، استفاده آنها برای رشد اقتصادیات مملکت و جلب صاحبکاران به استفاده نتیجه کارهای علمی نیز یکی از مسائل مهم به حساب می‌رود. وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، معارف و علم، آژانس اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که برای بلند برداشتن هوسمندی کارمندان ساحه علمی مملکت مکانیزم تطبیق نتیجه‌های کارکرد شده رساله‌های علمی را دریافت و بر رشد اقتصادیات مملکت روانه سازند. ما کمیسیون عالی اتستاسیونی ملی خود را تأسیس دادیم تا که مشکلات حمایه کارهای علمی و تیار نمودن کادرهای علمی را برطرف نماییم و امکانیت فراهم آوریم که محققان ما امکان حمایه دیسرتاسیون‌های خود را در کشورمان داشته باشند. اما تحلیلات نشان می‌دهند که صفت کارهای علمی از جمله دیسرتاسیون خیلی نگران کننده می باشد. یکی از سبب‌های پس گردیدن